چطور غذاتو میپزم، لباستو میشورم، اتاقتو مرتب میکنم، وظیفه مادریمه. بزرگت کردم وظیفه مادریمه. یه زنگ بزنم من میشم مزاحم، تو میشی بدبخت. مادر من بچه نیستم، بزرگ شدم. بیا ببین، 8 بار زنگ زدی، نه یه بار. حرف من اینه، زمانی که باید تلفنت خاموش باشه پیش شوهرت باشی مدام داری به من زنگ میزنی. درست صحبت کن. اگه 100 سالت بشه آرمان، اگه 10 تا بچه قد و نیم قد داره تو بگیره، تو بچه ای من مادر، تو چی میگی؟ پیش کدوم شوهر؟ پدر تو اصلا منو نمیبینه. بعد از 20 سال موامو رنگ کردم، 1000 قراغم بیل براش اومدم، ندید. کاش میدید میگفت زشت شدی، بد شدی، نه اینقدر بی تفاوت. نگاه کن منو، تو هم منو ندیدی اینه بابات.